فیلم روزنامه‌نگار 25 ساله تاجیک عبدالله غربتی که 3 ماه اینجانب با اتهام بحث برانگیز در بازداشت قرار دارد، در جشنواره بین المللی فیلم‌های خردحجم سینمای بایقانور بهترین فیلم در بخش فیلم‌های حجتی نامیده شد. فیلم غربتی سرگذشت‌های تلخ عبدالرحمن نورس 13 ساله تاجیک را بازگو می‌کند که در شرایط سنگین اجتماعی به جای مکتب روی مجبور است عرابه کشی کند. انور کنجباев، президент جشنواره سینمای بایقانور، در یک صحبتش با رادیوی آزادی به هنر غربتی بهای بلند داد. من میخواهم ساکنان تاجیکستان را با پیروزی فیلمی از حد کلان هموطنتان عبدالله غربتی تبریک کنم. این فیلمی بسیار صمیمی و یک فیلم واقعی است. هیئت داوران بسیار میخواستند با آن جایزه دهند و مکافات را در بخش بهترین فیلم حجتی تقدیم کردند. من به سینمای تاجیکستان تمنای پیشرفتی بیشتر میکنم تا که فیلم های جالبتر ایجاد شوند و این فیلم هم جایزه های زیادی بین المللی بگیرد. جایزه را در نبودن عبدالله غربتی، یک نماینده هیئت ایجادی فیلم از تاجیکستان گرفته است، ولی معلوم نیست که خود غربتی که از 15 ایون با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع در بازداشت است، درباره برنده جایزه جشنواره بایقانور شدنش خبر دارد یا نه. در دوام مدت بازداشتش او توسط خویشاوندان گفته است که هیچ یک اتهام مقامات را قبول ندارد. حبس او و چند ژورنالیست و بلاگر دیگری تاجیک در 4 ماه آخر محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد.